من شاید آدم نفهمیم، من شاید پشت کو اومدم. ما ترکیم، اون جایی که ما میایم دنگی معنی نمیده. تا مادامی که نمیتونی تکیهگاه پارتنری که وارد زندگیت میکنی بشی، عزیزم شما هنوز پتانسیل وارد یک رابطه شدن نداری. من از تکیهگاه بودن لذت میبرم، خانوما از تکیه کردن. این تا دنیاست همینه. حالا یه جنبشی بیاد بگه فمینیست میدیم، اوکیه. خانوما حتما باید استقلال مالی داشته باشن، استقلال فکری داشته باشن. هیچ چیزی به اندازه یک خانم مستقل برای یک مرد جذاب نیست. اما من یک مردم، من هرگز دنگی حساب کردن رو درک نمی‌کنم. من اگر با یک خانومی باشم برم یک رستوران، یک کافه، یک جایی، باید بهش اجازه بدم که اون رو حساب کنه، که اجازه نمیده. ما مردیم. من زاده شدم که حمایت کنم، خانوما هم زاده شدن که حمایت بشن. این تعریف 10,000 سال قبل همین بوده، 10,000 سال بعدم همین خواهد شد. حالا جامعه چیز دیگری میگه، ببخشید من با جامعه همراه نمیشم. یه چیز طبیعیه، من دوست دارم یه کوه باشم، همسرم بهم تکیه کنه. و غیر از این اگر باشه من به همسرم تکیه کنم، دنگی زندگی کنیم، بریم با هم، نه قرار اولو تو حساب کن من ببینم چطوری، اصلا راه نداره. 100,000 بار قرار اول باشه منو باید حساب کنم. من مردم، اصلا زیر این زشته. حالا مردای جدیدی تربیت شده تو ژانر من نمیگنجه، ببخشید. سلام، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. سعی میکنم خیلی خلاصه و ساده بیان بکنم. با 2 جمله شروع میکنم. مردها زاده شدن که حمایت بکنن، زنها هم زاده شدن که حمایت بشون. یعنی کلا پرونده 1 دقیقه و خورده‌ای تمام شد و یه حجم زیادی هم کامنت دیدم که او دمت گرم و خیلی باحال بود و راست میگی و خب یعنی احتمالا اون 3-4 هزار نفر که کامنت زدن زندگی های درجه 1 دارن. یعنی کاملا میشه رصد کرد که مشکلاتی که قطعا این افراد دارن چی خواهد بود. خیلی کلی بخوام بگم، هر موجود زنده یه سامانه عصبی داره، یک مغز داره. این سیستم عصبی یک هدف اصلی داره. اون هدف اصلیش هم حفظ کردن بقای این موجود زنده است. پس تمام فضاهایی که خیلی افراد باهاش روبرو میشن، علت اصلیش همین بیس اصلی بقای موجود زنده است. حالا این سیستم عصبی یک سری مدل و نظریه تصمیم گیری وجود داره، مثل نظریه فایده ذهنی، که این شخص بر اساس این مدل ها، این سیستم عصبی میاد یه تصمیم گیری میکنه. یه بخشش هم مربوط میشه به اون کاگنیشن و شناخت و تجربه. بر اساس این تمام این دیتایی که داره تصمیم گیری میکنه که چرا در نهایت بتونه بقای موجود زنده رو حفظ بکنه. پس مغز انسان تمایل داره که اطلاعاتی که به صورت قطعی بهش داده بشه، یعنی شما قطعی به صورت 0 و 1 دیتا بهش بدی، خیلی لذت بخشتر براش خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی سریعتر اون مغز میتونه به تصمیم گیری برسه. یعنی وقتی توی کلیپ 1 دقیقه‌ای یک شخصی بیس ارتباط رو میاد حمایت کردن و حمایت شدن میاد معرفی میکنه، ببینید کاری به غلط و درستیش ندارم، اصلا بحثی به اشتباه بودن یا نبودن نیست، مسئله منافعه. حالا که این شخص تو پوزیشنی که داره اصلا نمیدونم منابع درآمدش کجا هست، یا افراد دیگر این مسائلی که توی فضای اینستاگرام مطرح میکنن در نهایت به عنوان یک نقش یا برچسب توسط افراد برداشته میشه. اولین مسائلی که باش رو میشن اختلال شخصیتیه و خیلی از مسائل دیگر. خب این از این. پس اگر داری از همچین کلیپ لذت میبری، صرفاً به خاطر اون فضای مغزه که تمایل داره که بتونه سریعا وارد تصمیم گیری بشه. اما من یک نکته دارم. این آقایی که داره پتانسیل پول رو به عنوان پوان مطرح میکنه، پول اولا قدمت خیلی زیادی نداره. یه حدود 300-400 صفحه تقریبا جزوه چاپ مکانیکی پول هست. اگر کسی خواست من در اختیارش میذارم که اصلا تازه بفهمه مفهوم پول چی است. پول یه چیز انتزاعیه که یک ارزش واهی توی دوره‌های اخیر بهش اضافه شده که در نهایت درسته شما میتونی با اون منابع مالی چیزی رو به دست بیاری، ولی سیر طبیعی و سیر اون فضایی که 2 انسان نیاز دارن یک زندگی رو بسازن که متحد همدیگه هستن، بیسش پول نیست. این شخص خودش چون پتانسیل های مالی از خودش داره منتشر میکنه. من یک کلیپی دیدم یه قلم مثلا ان میلیون دلاری داشت و از این فضاهای این شکلی، ولی از نظر مغز، از نظر جسم و حتی از نظر فرگشتی که ایشون داره مثال میزنه که اصلا تو فرگشت چیزی به اسم پول وجود نداشته، چیزی به اسم مانی وجود نداشته. توی فرگشت انسان ها دقیقا زمانی که ضعف دارن
ارتباط برقرار میکنه. ما تو مذاکره میگیم افرادی که روی میز مذاکره میشینن قطعا دو طرف ضعفی رو دارن، حالا فقط تو با مهارتات باید بتونی اون ضعف رو استخراج بکنی که حالا بتونی بعد مدل‌های مذاکراتی خودت رو بچینی. پس وقتی دو نفر با هم ارتباط برقرار میکنن و یک زندگی رو میخوان تشکیل بدن، این ازدواج به دلیل یک ضعفی داره اتفاق میفته. ببینید تمام ارتباطات تو دنیا در نهایت تقابل است یا تعامل است. این تقابل و تعامل که در نهایت ممکنه به تعارض هم ختم بشود، کل دنیا در حال تقابله. چرا؟ چون منابع انرژی که رو کره زمین محدوده. انرژی از مضاعفی از بیرون به زمین قرار نیست وارد بشه، یک منابع محدودی هست. پس حیوانات یا حتی انسان ها برای به دست آوردن منابع قطعا باید با هم جنگ کنن. پس تقابل بیس روابطه. طبیعت این امکان رو به موجودات مثل انسان نداده که به صورت تک جنسیتی بتونن بارور بکنن و اون ژن خودشون رو بازنویسی بکنن. پس چه مرد چه زن الزام به ارتباط رو داره برای حفظ بقا. چرا؟ چون میدونه یک عمر محدودی داره، نهایتا میتونه 60 سال 70 سال 80 سال عمر بکنه، بعد از این زنده نخواهد بود. پس الزام داره که 50 میاد چیکار میکنه؟ این یک ضعفه، نمیتونه خود باروری داشته باشه، نمیتونه خودش تولید مثل بکنه. پس این ضعف رو چگونه پوشش میده؟ طبیعت یک امکانی رو داده که به صورت جنسیت مذکر و مؤنث با هم وارد یک فضای تعامل بشن به اسم یک اتحاد، این دو نفر بتونن یک تولید مثلی داشته باشن. پس از نظر فرگشتی یک سری کیفیت سنجی پشت فضای رفتارهای انطباقی تولید مثلی وجود داره که اصلا هیچ خط و ربطی به حمایت کردن نداره. اتفاقا از نظر من پتانسیلی که یک زن به خاطر همون روانشناسی فرگشتی تو مدیریت منابع داره. چرا؟ چون مردها شکارگرن، زنها مدیریت. شما همین الان بخواید برترین اقتصاددانهای دنیا رو توی گوگل سرچ بکنید، مردها بیشتر اقتصاد رو خوندن. چرا؟ چون ضعف بیشتری تو این حوزه داشتن. زنها پتانسیل بیشتری در مدیریت منابع دارن. چرا؟ چون به همون دلیل فرگشتی توی قبایل، توی محیط هایی که داشتن، زنها باید منابع رو پر پتانسیل نگهداری میکردن. پس از نظر فرگشتی هم پتانسیل بیشتری دارن. مسائل دیگری هم هست، خارج از حوصله میشه، ولی در کل مسائل و مواردی که توی کلیپ ها مطرح میشه پتانسیل و مهارتی رو به شما اضافه نخواهند کرد، فقط یه سری خطکش ارزش گذاری رو به شما خواهند داد که در نهایت هم ضعف های بیشتری رو تو خودتون متصور بشید، هم روابطتون رو نتونید با معیارهای درست و مهارت هایی که دارید بسنجید. ببینید شما تصور کنید یک یخچالی که دارید همینی که هست، منابع غذایی که دارید همونه، شما ورای اون نمیتونید غذای عجیب غریبی درست کنید. حالا اون دیگه مهارت و پتانسیل شماست از اون منابعی که دارید بهترین غذا رو بتونید درست بکنید که یه چیز واو بشه. ولی وقتی شما نقش ها و برچسب های عجیب غریبی از فضای مجازی یا حتی روانشناسا و مشاورهایی که منافعشون به اون میزان ساعتی هست که به شما مشاوره میدن و بر اساس اون میزان ساعت داره از شما منابع مالی به دست میاره، شما نمیتونید مهارت و پتانسیل رو به دست بیارید که بتونید روابطتون رو مستحکم تر کنید. من قدیمیم، من پیرم، من پیر پاتالم، حق با شما درست میگید.